تا حالا چیزی به نام خراس شنیدین؟ یک کیلو روغن کنجد به چند میفروشین؟ آمدم اینجا دکتر گفت یک روغن مایات نخور، روغن نباتی نخور، فقط روغن کنجد یا روغن زیتون از اینا استفاده کو، کم استفاده کو، مشکل قلبت انشالله حل بشه. جایی که روغن کنجد به شکل وطنی تولید میشه با یک شتر بسیار بزرگ از جاده فرعی در شهر هرات تیر میشد و میره دیدم، گفتم چی یک سوژه خوبیه باشه را به تصویر بکشیم و با شما بیننده های عزیز به نمایش بگذاریم. همراه باشین. واه 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 واه. خب بیننده های عزیز، ما همین اکنون کناری به اصطلاح خلیفه و استاد از کار نشسته هستیم و سوالات مطرح کنم که یک فهمی بیشتری در ارتباط به کار داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، اشته هستم جلال. خوب این سر شما؟ بسیار خوشحال هستیم، بخیر اینجان. قربانش عشق سوچه رو دیگه بزنید. از کجا هستید؟ مردم ایراتی. بله. خیلی خوب. ما توجه ما رو شطور کلان شما و این تولید روغن کنجد جلب کرد و آمدیم که یک تصویر داشته باشیم و بفهمیم که اینجا چه فعالیت میشه. این شطور از چی وقت تا چی وقتی تو میگرده اکثر؟ بی از صبح تا به چاش یکی، از چاش تا نمازدیگر هم یکی. دو تا شطور اینجا؟ بله. یکی دیگه هم مثل امینه؟ بله. با نوبت بسته میشه. روزانه چند دیگ روغن کنجد از اینجا تولید میکنید؟ روزانه 20 کیلو 15 کیلو. 20 کیلو 15 کیلو. خیلی خوب. باز از چند کیلو کنجد خشک چند کیلو روغن تولید میشه؟ با کنجد کار داره. کنجدی هست سرمغز، کنجدی هست کم مغز، کنجدی هست پر روغن، کنجدی هست کم روغن. ازم یک من کنجد پاک کرده ازم 1 کیلو تا به 17 سر روغن میده. از یک من کنجدی که خشک پاک کرده باشه؟ بله. از او 1 کیلو تا 17 سر. 17 سر. بله. تقریبا 2 کیلو. آره 17 سر. نه دیگه 2 کیلو نمیشه. 3 سر کم 2 کیلو. نزدیک. خیلی خوب. این چوبی که در وسط قرار داره که ما کنجد میریزیم داخلی و چوب خاصیه؟ این چوب بنوشه. بله. این مثلا چند سال یک دفعه تبدیل میشه یا نه امتى است؟ این همی تا هست دیگه تا گلی کلون شه. باز که گلوی کلان شه چیکار میکنی؟ با یک چوب دیگه. با چوب دیگه میخری؟ بله. دیگه خدمت شما عرض کنم مردم زیاد میان اینجا میخره؟ شکر خوبه شکر. 1 کیلو روغن کنجد به چند میفروشین؟ خب 320 روپیه. 320. بله. 310 روپیه هنمی. باز کنجد خشک به چند 1 کیلو؟ کنجد خشک پاک کرده داریم کلی 130 روپیه. پاک آماده خورده. کلی 130 روپیه؟ بله. یعنی 4 کیلو تقریبا میشه 500 افغانی. بله. 1 من. بله. شما از این 1 من پس شما زیاد فایده نمیکنید. چی رقم؟ از ما خوبه دیگه اینجا جا خود مانه کرایه نمیدی. هنمی خوبی است. یعنی از هر کیلو به چند شما میمونه؟ از هر کیلو روغن کنجد یا ریتنه سال با سال حساب میکنه. بله. خیلی خوب. کدوم مشتری خاصی دارین که همیشه بیا شما بگیره؟ میای. همین خانوالا بیشترکی این هر روزی که همین روغن نبیتی مردم بخورده بر درد مبتلا شده. با روغن کنجد که اصلا نقص نداره. مردم با بیشترکی از اینا میای روغن کنجد میستونه یا روغن پندونه.
سلام، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. خوب هستین؟ قربان شما بخیر باشین. اسم شما کاکو جان؟ اسم فضل احمد. فضل احمد. از کجا هستین؟ از قوریون. از قوریون. به اینجا میشینین؟ نه با قوریون میشینیم. اومدم دکتر اومدم از ایران اومدم اونجا با هم قلب بخور باز کن مشکل قلب داشتم. اومدم اینجا دکتر گفت اگه برو روغن مایات نخور، روغن نباتی نخور، فقط روغن کنجد یا روغن زیتون از اینا استفاده کن، کم استفاده کن مشکل قلبت ان شاء الله حل بشه. یعنی دکتر به شما توصیه کرد؟ کرد دکتر به ما توصیه داد که روغن کنجد بخور، روغن زیتون بخوریم، مثلا گوشت گوسفند نخوریم، ماهی بخوریم، این چیز غذا بخوریم که با منطقه شما روغن کنجد پیدا نمیشه؟ نه منطقه کنجد پیدا نمیشه. من اومدم بیرات 4-5 سوال کردم، آدرس اینجا رو اومدم اینجا اومدم. از چند جا پرسان از چند جا پرسان که آدرس اینجا پیدا کردم. خاصتا اومدن که روغن بگیرین. خب مخصوص خاطر روغن کنجد اومدم. چقدر میگیرین؟ حالا فعلا گیرون 1 کیلو بگیرم استفاده کنم ببینم برای جور میشم نمیشه نشه دوباره باز اضافه کنم میگیریم. بازم میگم تا موقعی که نیاز داشتم باید بگیرم تا موقعی جور بشم. شما وقتی اومدین برای روغن کنجد این فزار دیدین یک رقم خوشایندی است یا شطور کلان در حال تولید؟ شطور دیدین روغن تولید شنیده بودین تو تلویزیون هم دیده بودین شخصا تو برنامه چیز ندیدین؟ خب تو ندیدم. تو مستقیم نه تو تلویزیون دیده بودین؟ من خودم ندیدم و مطمئنم که خیلی از بیننده‌های هم که اکنون این برنامه رو میبینه هنوز ندیده بودن و چقدر خوب میشه که ببینیم. مستقیم دیدیم که چجوری روغن اینا کنجد روغن درست میکنه چیز میکنه تولید. گرفتین؟ نه تازه میخوام بگیرم. میخوان 1 کیلو بگیرید؟ فعلا 1 کیلو میگیرم، قیمتش بالاست. چند قیمت؟ قیمتش الان 320 روپیه میگه. 1 کیلو؟ 1 کیلو آره. 1 کیلو به 320 افغانی. 320 افغانی 30 افغانی قیمتا میگه. یعنی روزه خو هستین؟ فعلا روزی تا ببینیم استفاده کنیم مریضی و خوب میشه اینا. یعنی اگه خوب شدین به کیلو 1000 هم باشه مجبور بخرید. مثلا 1 لک هم باشه باید بخره آدم. مریض باشه. خداوند به شما شفا بده. سلامت بخیر باشین. وقت شما خوش. همراه باشین. است. گرمی روغن کنجد به نظر شما بیشتر به خاطر چی استفاده میکنن؟ این نقص نداره، هر چی بخوریم یعنی به غذا به هر چیزی از این میشه، هر چیزی فایده داره، نقص نداره. تشکر. ما توجه مر همه چشمای از شطور که بسته کردیم چشمایا. چرا؟ دلیلی چیه؟ چشما از این خاطر بسته کردیم اگه کس ماسی بیایه اون نترسه رام نکنه دم دستکار با هم نزنه. دیومانی هم ما باشیم نباشیم این راه خور میره، چرخ میزنه. این که کس اینجا باشه نباشه این راه خور میره. سر میگرده. باز چی رقم میکنیم که استاد شود؟ با خود ما یاد داریم استاد کنیم دم که استاد با کار داشته باشه میچستنیم استاد میکنه با قیق کشیم راه میره. خب از اینجا میچستنیم استاد میشه. آن استاد شد. ماشاءالله اینا رو پس رو برکت آنی پس برو افتاد. خلاص فقط این میدو صدا بله آشنایی داره. هر کسی مچسنه استاد میشه. مطمئنین؟ ایتا دیگه باز صدا رو میشناسه دیگه اگه ایوان هم باشه میشه. چی رقم گفتین؟ باش و باز وقتی که میخواید برای باز دیگه چیزی میگم. درسته ما رو مچس میکشه باز یکم صدا هم استاد میشه. نه دیگه والا زبان هر کس میفهمه. بیچاره تعجب کرد که کی بود. میگم تعجب کرد که کی بود، صدای کمک ناشنا بود. خیلی خوب. چقدر زمان میبره که روغن به دست میآید؟ هر خلاص 2 ساعت کار داره، 2.5 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت. تو روغن خالص به دست میاد؟ بله. و داخل از این چوبی که در وسط هسته هر پیره چقدر میندازین کنجد؟ 8 کیلو مینداز. 8 کیلو؟ بله. و 2 ساعت زمان میبره تا مو روغن به دست میاد؟ بله 2 ساعت، 2.5 ساعت، 3 ساعت. مشکل ترین کاری که شما در این کار خود دارین، یعنی مشکل ترین کاری به نظر شما کدام قسمت خیلی مشکله؟ هیچ چیز از این مشکل نیه، ما که عادت کردیم ما فرق نمیکنه. یعنی فرض مثال اگر عادت نمیداشتین همون قسمت همین قسمت اگر دشوار دیگه چرخیدن روز اول که میچرخی سرچرخا میکنه. و دیگه عادت کردیم ولی سرچرخ هم نمیشیم اگر رو هم بریم.
ولی هر کس بیایه نو که به چرخه سرچرخ میشه. ممنون و سپاس از اینکه همراه ما مسابقه کردیم. هزاران نفر شما را اکنون میبینه، اگر کدام پیامی شده باشه هر جا باشم تیار و خوشحال باشم، بخیر باشم. خیر باشین، سلامت باشین. من هم تجربه اولیم بود در همچین موقعیتی آمدم و فکر کنم یک گزارش بسیار جذاب شد و به معلومات ما اضافه شد از تولید روغن کنجد. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی، بدرود.